اومدم ایونت های پیش رو توی فری فایر بهتون معرفی کنم در زمان خیلی کوتاه مختصر. اولین ایونتی که وارد بازی میشه شنبه وارد بازی میشه و آفر کاکاشیه. البته احتمالا به صورت مستری شاپ نیستش و به صورت آفر گردونی از اونایی که میچرخه بعد بهتون بابا چیز دیگه همونی که واسه زمستون اومد. آره این خب واسه گرفتن باندل راحت تره ولی توکن توش کمتر داره. حالا بستگی داره چی بخواین بگیرین. من که خود باندل میخوام بگیرم با دنس انگوش کردن. احتمالاً دنس انگوش کردن هم توش داشته باشید بتونین برین رفیقاتون رو باش انگوش کنید یا رفیقاتون باش شما رو انگوش کنن. هرچی مایل دیگه انگوش توش هست. دومین خبر خب یکم زیاد رسمی نیست اما خب هست و اینه که چپتر دوم ناروتو قراره بیاد. من همون اول که وارد بازی میشدین وارد ایونت میشدین اولین چیزی که شما میدیدین این بودش که ناروتو چپتر اول خب مرض که نداره چپتر دوم احتمالاً توش هستش. از طرفی خود گارنا گفته که چیز فکر کنم آره گفته یه بخشی از چپتر دوم ناروتو که یعنی میاد قراره تو آپدیت بعدی باشه اما احتمالاً این باندلایی که اینجا میبینید فیک باشه. چرا؟ چون یه منبع آگاه گفته که فصل دوم ناروتو نمیاد یعنی هستش ها اما این باندلا توش نیستش. با هم باندل قبلی احتمال قرار بری اون رو ماه نهتمه که میزنه هواپیما رو این دفعه شما اونو بزنید. دفعه قبلی اونو شما رو انگوش کرد این دفعه تو چپتر دوم شما اونو انگوش میکنید و چیز جذاب ممکنه باشه. نمیدونم. از طرفی همکاریش با بنتن هم هستش که 100%ه و لغو نشده. چیزی نیستش که لغو بشه. دقت کن لغو نشده اما احتمال میدم مثل همکاریاش با شیطان کوش و ناروتو دیگه مثلا مانیهیست و اینجور چیزا نباشه. یه همکاری مثل همکاری با ونوم یا با اسپایدرمن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ایونتش وارد بازی یا مودش وارد رنگ نمیشه. احتمال داره مثلا مودش وارد کرافت لند بشه که هر کی خواستش جدا از خودش بره پلی بده هر کاری اونجا خواست بکنه. خواستش موجود 14 انگوش بکنه خواستش موجود 14 اون انگوش بکنه یا کار دیگه که میشه اونجا انجام دادش. و دیگه نهایت آیتمی که بتونه وارد بازی بشه یه تیشرت یا یه دنس از منتم باشه. پس وارد بازی میشه اما نه به اون صورتی که ناروتو وارد بازی شد. بذارین این چیز دیگه هم بهتون بگم. از اونجایی که ماه بعد ماه رمضانه و همیشه ما تو ماه رمضان ماجیکیو و نمیدونم دیگه چی اسمش جم بنفش همون سایت جم تایم و یه سری آیتم هایی که هر سال وارد بازی می شدن داریم. امسال هم احتمالاً داریم اما از اونجایی که نه ماه رمضان میفته عقب نه چپتر دوم ناروتو میفته عقب ما جفتشو با هم دیگه داریم. چیز خوبیه اتفاقا. 2-3 تا ست نیوی مینیم توی هفته میگیری. چیز خفنیه. کسایی که احتمالاً جم دارن جمشون رو در حد 3-4 تا واسه ماه رمضان نگه دارن از سایت جم بنفش که مثلا 1998 رو جم بنفش جمع میکنی یه دونه جم عادی میدی مثلا یه دونه ست خوشگل مشکل از این ست آفرا میگیری. ممکنه اصلا مثلا ست کاکاشی یا ست چیزو وارد جم تایم کنن یا ست ساکورا رو. این دو تا ست که ارزشش کمترین نسبت به اونا دارن این دوتا هم ممکنه مثلا وارد جم تایم بشن چون تازه اومدن احتمالش هست. سعی کردم کاملا مختصر بگم که دیگه وقتتون رو نگیرم دیگه. اگه خوشیتون اومد یه سابی کامنتی فالوی چرت و پرتی چیزی بذارین دیگه. دقت کردم از لفظ دیگه زیاد استفاده کردم دیگه.